خوش آمدید به اولین ویدیوی کانال هکر کرافت و پرهام دارم میگم. هکر داره اونجا چوب میکنه و توی چین هستیم. چین مونگول چین هستیم اینجا. اینجا بامبو داره اینجا بامبو داره. پس پانداش زیاده چون پر جمعیته. بامبوها رو بده به من. بگیر بابا بغل همشو. مثلا با بامبو چی کار داره؟ هکر پاندا. ببینید بچه بامبوها بهترین منبع چوبن. استیکن. غلط میکنه. چوب بهترین منبع استیکن. اینا خیلی پریابن. اصلا خیلی پریابن. یه روز شده بود من 20 روز ماینکرافتی داشتم دنبال اینا میگشتم. ولی بگی ما هاردکوره ها. بله هاردکوره. من دارم گای موشک بازی میکنم با پانداها. ببینم به کجا میرسن. یه غارم پیدا کردم. الیسان کجا؟ الیسان ایکسن دادا. الیسان ایکسن. یا اول بس ببین یا هاردکور. غار نمیریم من یه لحظه افتادم تو غار نمیریم. بیا بیرون. هاردکور میمیریم. غار مثلا غار نیست. هاردکور ها میمیریم. تو چرا رفتی بس توش؟ من گیر کردم. منم گیر کردم دیگه. بوغاتی بساز. من که هنوز هیچی ندارم. مود بوغاتی یا مود نیاز نشه. بوغاتی تو ماینکرافت هست. الیسان ایکسن بله ما چیز داریم ها. میتونیم چوب بامبو بسازیم. آره وای چوب بامبو. جزیره گم شده آتلانتیس. چی گفتم اصلا؟ من بامبو میگلم. من بامبو من بامبو دارم میگلم. من بامبو دوست دارم چون بامبو یک کیلو تررره دمیز داداش دمیز خوردم. 2 قلبا نیمی ها. فرض کن الان زامبی اسکلوتون بیاد بزنه. 2.5 قلبی. زغال اینجا غار نیست که. بیا اینجا میتونی بیای. بیا. نه بابا من دارم بامبو میکنم. نه بیا از ما غذا بیار. من دارم میمیرم. من مگه زنتم بیارم ها؟ ایسان بیار. ایسان ایکسن بیا. غذا بده. ایسان اینجا گیر کردم. نیم قلب. ایسان نیم قلبم. ایسان بیا زود باش غذا بیار. با من غذا دارم که بیارم واسه تو. غذا بکش. اونجا که دو چون ها. من دارم میبینم. خدا رحمت من چوند. قاشماخ نمی کنم. قاطی ژاپنی و سباگانو کنجونی نگو تو ایسان ایکسن من دارم میمیرم. غذا بیار. غذا. نیم قلب مدونی یعنی چه؟ یعنی هر لحظه فرض کن هاردکور نیم قلبه. تو میتونی. نباید بس بیرفت اونجا. کلاس بوغاتی میکردم. بوغاتی خراب شد. بعد اعصابش رو من خالی کرد. ایسان کجایی؟ ایکس این خلاصی به این بگو ایکس دیگه. ایکس. ایسان ایکسن لازم نیست الیسانشو بگی. ایسان ایکسن فقط ایکس. پاندا. فقط ایکسشو بگی بس. پاندا غذا میده. نه نمیده. مریضه. بامبو بخور مریض نشو. آفرین بخور. پرستاری در راه با غذا اسکلت داره منو میزنه. اسکلت. آره
فرار کن با چیز پیدا کن من برو پیدا کنم. گالپیس ترکی و فارسی بس پیدا هندوانه پیدا کن هندوانه من پیدا کردم ها بیا دیگه من ارزش غذایی هندونه خیلی کمه. کم باشه بالاخره جونمون رو پر میکنه. بیا اینجا یک شم نگه من زندون شدم. نه زندون نشدم. تو رو پیدا کردم. بیا اینجا آمها. دو تا شم پیدا کردم. امو بیا منو دوست داره. اول با من دوست شده بود. الان منو با من وای داده اندرمن. به چشش نگاه نکن. به چشش اون داره به چشش تو نگاه میکنه. به چونت داشت نگاه میکرده. سواحل مصر. غذا بخور دیگه. داداش مصر. داداش مونگولی غذا بخور. من مصر پیدا کردم. مصر نرو یادت نمیاد؟ نه خیلی من میرم به مصر. جنگل خودش خطرناک‌تره. جنگل چرا خطرناکه؟ چون اسکلت داره. مصر اینجا اسکلت اصلا نداره. اسکلت نداره. اسکلت اینجا کمیابه. اصلا من شاید ماشا جای همین دیروز من جای خوشه سکه شاید برامون افتاد. اسکلت همین دیروز منو کشت. هندونه که داری خلاصه. من 30 تا دارم. تقسیم میکنی دیگه. شاید همه رو بکنم. ایسان میدونی دیگه همین چیز زره های ندراکی و چطور از بین میشه برد؟ چطوری؟ بنداز تو کاکتوس از بین میره. بله. خیلی منطقیه. وای کیو وای چقدر تو باهوشی. من اصلا نمیدونستم. اصلا نمیدونست. یه مونگولی دیگه. یه گوسفند علیسان اینجا هیچ دوستی نداری یا اینجا آره میدونم. گوسفندی نداری یا گوسفند اینجا نیست. من دارم به مصر سفر میکنم. علیسان تو رفتی تو آب سفر کردی. آی بوغاتی دارم مونگولم. بوغاتی منم بوغاتی دارم مونگولم. یادم رفت کلا بوغاتی ساختم و من بعد از این به بعد کلاس بوغاتی میکنم. نبینی تا کلاس های من تو کلاس من استادم. تازه خیلی وقت ماینکرافت باز نکردم. تو شد علیسان دیدمت. علیسان واقعا مصری شدی. عرب خلید نداره شدی. عرب خلید اینجا عرب نیست. اینجا مصر. اینجا عرب مصر خلید نداره. عرب خلید نداره. خب بیا بوغات رو بیزارم بریم. علیسان سب کن منم ببینید من به صورت ژاپنی دادم. علیسان سب کن منم بیام با هم بریم. علیسان سب کن من اونجام با تکون بده باسنو تکون بده باسنو تکون بده باسنو کسکش نشو. سوار شو. اون برای کلاچته. این برای جندنه. برو سب کن یه چیزی دیدم. چی؟ سب کن نکن. راننده ما مثلا. راننده برو. غذا که داریم. گوسفند نداریم. عیسان تو رو قراره بکشم. الان نه ها. خیلی بابا. تو رو خدا ویلیج. من که وایسادم دارم میخوابم. سواری بده. اینجا ویلیج چیزی پیدا نمیشه. یک از کنارش. داره از کنارش از داخلش زامبولی مامبولی میاد. آره. برو دیگه. تو دریا هم زامبولی مامبولی هم وجود داره دیگه. باید شانس داشته باشیم از اون ترایدنتی ها نیاد. آره شانس الان حرف اول ما. بابا من که نشستم دارم چی فهم میکنم تو داری سوار مفتکی ببین دیگه چه سوار ببین. از این به بعد 10 هندونه ببخشید 3 هندونه میدی برای سواری. چیکار کردم بابا؟
دلفین هم نزن دلفین باعث سرعتمون میشه صبر کن دلفین با منه میتونم سرعت برم علیسان دلفین ها باعث میشن که من از بوغاتی هم سریعتر برم آره دلفین ها رفتن سمت تو صبر کن بیا نکن قایق منه درخت کدوم همون جنگل دیگه این هم وقت داشتیم دور خودمون میچرخیدیم نه بابا یه این جای دیگه است انجام شمشیر ممشیر بساز شمشیر من چوب دارم بیا چوب ای وای با مایکرافت لک شد کیری پی پشت کبوته جلوت لک شد سب کن گرم تو برو یه بوغاتی بذارم زمین سوار بوغاتی بشه فرار کن با اینه درگیر نشو ایسان دنبال توه از کرافتینگ در بیا دنبال توه یا دنبال منه فرار کن الیسان میکشتت بابام لک گرفته مایکرافت فاکتور شانس من ببینید تازه از لگ رفتم بیرون خدا الان من به صورت منم مردم بهترک دادم قاسم بیا دکتر شو بیا سلام علیکم منو ببین سلام علیکم خدا تو به علت اسپایدر من مردی منم به علت زامبوله خب بچه‌ها ویدیو تا اینجا بس